шаби 9 ба 10 январ дар шимоли Тоҷикистон дар девори гузаргоҳи зеризаминӣ дар наздикии бозори маркази Исфара шахсони номаълум бо талаби истеъфои президент Раҳмон шиор навиштанд ва субҳи 10 январ мақомот тамоми навиштаҷотро ранг карданд. Хабар медиҳад портали иттилоъоти Бомдод. طبق اطلاع پورتال با استناد به منبع خود در شهر اسفره روز یکشنبه 10 ینور در گذرگاه زیرزمینی نزدیکی بازار کارمندان پلیس و امنیت دولتی نگران بودند که عکسبرداری از جایی که در آن شعارهای ضد حکومتی نوشته شده بود منع می‌کردند. یادرس میکنیم که طی یک هفته اخیر این دومین مورد شعارهای شبیه استعفای پرزیدنت امامعلی رحمان در شهرهای ولایت سوغد میباشد. همین طور شب 3 ینور در خیابان شرق در نزدیکی بازار پنجشنبه در مرکز خوجند شخصان نامعلوم در دیوار و پیاده‌گرد شعارها نوشته استعفای رحمان را طلب کرده بودند. ناظران محلی قید میکنند که این نوشتجات‌ها عاید به استعفای رحمان مقامات محلی را به تشویش آورد. جالب دقت است که شورش به نام بهار عرب یعنی انقلاب‌های معمول بر ضد دیکتاتورای عربی در اول‌های سال‌های 2010 در بسیار کشورهای عربی محض با نوشتجات‌های ضد حکومتی که جوانان محلی در جای‌های جمعیتی گذاشته بودند آغاز یافته بود.